بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. درس دوم ارتباط مؤثر رو الوندی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی اسلامی مثبت‌گرا در خدمتتون هستم. امیدوارم که درس اول که یک مقدمه‌ای بیان شده بود به دردتون خورده باشه. اما در ارتباط مؤثر یکی از مؤلفه هایی که خیلی مهمه و فکر می‌کنم این روزا کاملاً در قشر نوجوان و جوان که خیلی کم رنگه، در بزرگسالان هم در روزمرگی ها گم شده، ظاهر بدن هست. یکی از بدیهیاتی که گاهی وقتا حتی آدم شرم میکنه در موردش صحبت بکنه، ولی به نظرم بهتره که با این مبحث شروع بکنیم که دروازه و ورود ارتباط با همین چند تا موردی هست که در موردش میخوایم صحبت بکنیم. اولین مورد لباس مرتب پوشیدنه. خب خیلی شکایت از آقایون زیاده تو این زمینه و دلیل اینکه تو خونه همیشه با یه زیرپوش و یک زیر شلواری، اونام یه رنگ و یه مدل، سالها 20 سال 30 ساله داره میچرخه تو خونه و اون تنوع، اون بالاخره شرط رنگ و زیبایی رو در نظر نمیگیرن متاسفانه آقایون، و خانم‌ها شکایت زیادی از این باب دارن. بعضی هم حالا مرتبن اما مثلا میبینی 10 ساله داره یک تیشرت و یک شلوار رو میپوشه، با اینکه داره ولی همون رو میپوشه و خب بخاطر اینکه ساعت کمی تو خونه هستن به احتمال زیاد خب این لباس ها دیر به دیر خراب میشه. اما اینکه متنوع بپوشی، اینکه به هر حال در زیبایی و اون ارتباطی که میخوان با هم دیگه اعضای خانواده برقرار کنن اهمیت داره. تو نوجوان ها متاسفانه خب لباس پاره پوشیدن، لباس شل و دور پوشیدن، لباسای اوورسایز پوشیدن و که جایگاهی در اسلام نداره. البته ما نمیگیم که مثل زمان پدر مادرتون لباس بپوشید، که البته الان دارن مثل زمان پدر مادرشون لباس میپوشن. منظور این هستش که شرط آراسته بودن رعایت بشه و اینکه شأن، کلا لباس شأن رو نشون میده، شأن انسان رو نشون میده و یک جایی تا یه حدی بر تنوع، حالا لباسای مختلف پوشیدن ایرادی نداره، اما اینکه مدام بخواین یک مدل و مدام در واقع خون به دل پدر مادر بکنین که خاطر اینکه پافشاری میکنید روی یک لباس، این قطعا غلطه. لباسای نوعی که خریده میشه پوشیده نمیشه به هر علتی و حالا بابت اون چقدر زحمت کشیده شده، چقدر اذیت شده پدر مادر تا اون لباس برای شما تعیین کرده و دیده شده بسیار زیاد، هم میشنویم هم دیدیم که نوجوان لباسی که خودش خریده حتی نمیپوشه، حالا به هر دلیلی صحبت از مد میکنه، یک بار پوشیدم دفعه دوم نمیپوشم. اینها چیزایی هستش که فقر رو زیاد میکنه. شما اکثر ثروتمندا رو نگاه کرده باشین، حتی بعض وقتا اینقدر وقت انجام دادن این کارها رو ندارن که مثلا از یه لباس چند تا رنگشو میخرن که مدام بپوشن و نخوان هی برن تو خرید. اما امروزه خرید کردن زیاد، مدام لباس مد پوشیدن و به روز پوشیدن انگار یک شده، تبدیل به یک شخصیت شده، برای یک اختلال شخصیتی شده برای بعضی از افراد و میخوان با لباس خودشون رو پیدا بکنن. ما در روانشناسی داریم کسایی که لباسایی که خیلی گرون و برند و مارکدار میپوشن، اینها معمولا از کمبود شخصیت رنج میبرن و میخوان با این کار حال خودشون رو خوب بکنن، یعنی با خریدن اینجور چیزها.
چیزایی که خب حالا بعضیاشون البته به دلیل اینکه هم گرون هستن هم جنسیت خوبی معمولا دارن، خب بعد دیر خراب میشن، اما به دلیل اینکه خب طرف میخواد روی مد باشه، به روز باشه، مدام باید هی خرید بکنه، یعنی هیچ وقت تمام پیدا نمیکنه و تبدیل میشه کم کم به یه اعتیاد. ما در اسلام آداب لباس پوشیدن داریم که از راست بپوشیم، این که هنگام لباس پوشیدن امام صادق علیه السلام گفتن مثلا شلوار میخوایم بپوشید نشسته باشه، به دلیل اینکه گردن روی مهرهای گردن اثر میذاره. یا در جای دیگه فرمودن که اگه کسی ایستاده شلوار باشه تا 3 روز حاجتش برآورده نمیشه. این حتما اینها برای در واقع حفاظت از بدن هست. این روایات که رو به قبله نباشه لباس پوشیدن، در حضور افراد دیگر نباشه. در هنگام پوشیدن لباس دعا داریم که دعا بکنید مثلا این لباس خوشیان باشه، با برکت بشه، توی این لباس شما شاکر خداوند باشین، یا دعا بکنید که خداوند این لباس تقوا و پرهیزکاری من قرار بده. و داریم که لباس اگه نو بود 53 بار سوره قدر رو بهش بخونید و به آب بخونید و بپاشید به این لباس، و تا زمانی که اون لباس کهنه بشه در گشایش خواهد بود. تو لباس نو خریدن حتی دعاهای مختلف داریم که میتونید یه سرچ ساده پیداشون بکنید. ما تفاوت لباس پوشیدن در نسل‌ها رو داریم. به نوجوانان گفتیم، حالا به بزرگترها میگیم که دیگه بچه شما نمیتونه مثل شما، مثل بچگی های شما یا مثل الان شما لباس بپوشه. ما تو زندگی ائمه هم داریم که مثلا به یکی از ائمه اعتراض کردن که چرا شما مثل پدرتون لباس نمیپوشید. ایشون گفتن تو زمانه پدرم اونجوری لباس میپوشیدن، در زمان من بعد اینجوری لباس بپوشی. یعنی ما باید زمانه رو در نظر بگیریم، حالا جدا از لباس پوشیدنای بد که خب نه توصیه نمیشه. نکته بعدی اختلاف سلیقه در لباس پوشیدن بین زن و شوهرها هست که طرف مثلا فرد کت شلواری دوست داره، همسرش تو عمرش یک بار فقط شب عروسیش کت شلوار پوشیده. از اون طرف نه، مثلا طرف اسپورت دوست داره شوهرش بپوشه و شوهرش مدام میخواد سر کوچه هم بره کت شلوار تنشه. این افراط و تفریط‌ها مانع ارتباط موثر هست. عشق اقتضاعات داره. وقتی ما میخوایم محبتمون و دوستیمون و عشقمون رو به کسی نشون بدیم، باید اقتضاعات اون فرد رو رعایت بکنیم. مثلا رنگی پوشیدن یا کت شلوار بودن یا حجاب داشتن برای خانم ها، برای بعضی از آقایون، تا جایی که اسلام تعریف کرده ما حق در واقع از حجاب رد نشه میتونیم به حرف همسرمون گوش بدیم. از اون طرف آقایون یه ذره منعطف بودن، یه ذره به خاطر دل همسر یه کاری رو انجام بدن چیزی از شما کم نمیکنه، در خیلی هم اتفاقا به شما افزوده ایجاد میکنه، به خاطر اینکه دیدید نظر همسرتون رو، شنیدید نظر همسرتون رو و اهمیت دادید و خودش باعث این میشه که ارتباط شکل بگیره. لباس اولین چیزیه که ما در طرف میبینیم و باش برخورد داریم، بعد وارد گفتگو میشیم. پس این نرمشه لازمه برای لباس، مخصوصا برای خانم. حالا اگه شما سال هاست داری به همسرت التماس میکنی که یک کت شلوار بپوشه و نمیپوشه، یا برعکس اسپورت بپوشه نمیپوشه، دیگه در شأن شما نیست که این رو ادامه بدی. نمیپوشه دیگه، تمام شد. انشالله پسرتون بپوشه، انشالله دامادتون اینجوری باشه بپوشه دیگه. بیشتر از سر یک مسئله چند دفعه صحبت بکردن نشون دادن کم‌هوشی شخص هست. و اگه میخواین باهوش باشین، اگه میخواین شأنتون حفظ بشه، اینقدر سر یک مسئله، حالا نامرتب بودن جداست تا که آدم دوست داره همسرش مرتب بشه، منظور اینه که مثلا نوع ستی که میپوشه اگه اون چیزی نیست که شما دوست ندارین دیگه، وقتی یکی 2 بار گفتین انجام نمیدن دیگه، این تکرارش فقط باعث مخدوش کردن ارتباط شما میشه، مانع ارتباط هست. نکته بعدی موی مرتب هست. خانم 40 ساله که موهاش بلنده،
با یک کلیپ زده به سرش، نه مدل موی ما از ایشون میبینیم، نه فرقم نمیکنه تو مهمونی، تو خونه، تو کار، تو همه جا همین شکلیه. خب این به چه درد میخوره؟ یه تنوع ایجاد کردن، یه مدل موی کوتاه کردن، یه رسیدگی به موی. اصلا خانم 30 سالشه، موهاش حالا به دلیل ژنتیکی سفید شده، همینجوری سفید نگه داشته، 10 سال گذشته و هنوز موهاش سفیده. بعد میگه که مثلا خودم دوست دارم رنگ بکنم ولی همسرم میگه اینطوری زیباتری. زیبایی حتی در جنگ ها اونهایی که موهاشون سفید بود رنگ میکردن، آقایون حتی رنگ میکردن. اون وقت شما چطوری 10 ساله هنوز مثلا یکی از تمرینایی که برای شادابی ایشون من بهشون دادم این بود که با موهاتون رو رنگ کنید و یه جایی هم باید به حرف خودتون گوش بدید. حالا همسر شما دوست داره 1 سال دوست داره، 2 سال دوست داره، 100 سال که نمیشه دیگه دوست داشته باشه که همیشه. شما عروسک که نیستین، شما هم یک انسانی که باید چیزی خودتون هم دوست دارین انجام بدین. پس رسیدگی به مو رنگ کردن، کوتاه کردن، مدل‌های مختلف به مو دادن هم یک شجاعتی میخواد، اجازه‌ای میخواد که بعضیا حتی بعد از 30 سال 40 سال سمتش نمیرن. یعنی حتی مثلا بهشون پیشنهاد میدید مثلا شما الان خب این چیه همیشه بست است کف سرتون یک کلیپ زدید روش، اینو کوتاهش کنین، یه مدل بهش بدین. یه حاضر نیستن مقاومت میکنن و حاضر نیستن این تنوع رو ایجاد بکنن و خیلی هم اتفاقا تأثیر گذاره در ارتباط. بدن خوشبو یا دهان خوشبو هم یک مسئله و معضل یا به شدت وحشتناکی هستش که خب اگه از نظر سلامتی مشکلی نباشه، یعنی عفونتی یا بیماری سرطانی چیزی نداشته باشه طرف، دیگه بقیهش دیگه قابل درمان هست. همین ها هم باید بررسی بشه، قابل درمانه. استفاده از نور برای زیر بغل باعث کم کردن بوی نامطبوع میشه. اگه طرف صفراش خیلی بالا باشه میتونه با تعدیل مزاج این صفرا رو متعادل بکنه. خوردن آویشن کمک میکنه، سرکه انگبین برای صفرا کمک کننده است. حجامت عام، شستشوی بدن با سرکه، اینو تاثیر میذاره. شما یه سرچ کوچیک تو اینترنت بکنین که مثلا در طب اسلامی، در طب سنتی ایرانی چه پیشنهادی برای بدن بدبو دارین، یا عالمه براتون گزینه میاد. خوردن انجیر 7 تا 40 شب، خوردن زیتون 7 تا صبح ها 40 روز، اینا کمک میکنه برای اینکه بدن از این بدبویی در بیاد. و حالا هر کسی متناسب با مزاجش میتونه بره مشورت بگیره و درمانش کنه. واقعا بعضی آدم ها وقتی میخوای باشون روبوستی بکنی، آدم دلش میخواد همون لحظه بمیره از بس که بوی بد دهانش آدم رو اذیت میکنه. یه مسواک زدن، یک حالا خوشبو کننده دهان جویدن، یه بررسی این که معده شما چه مشکلی داری که حالا این هست، یا دندونهای شما چه مشکلی داره، این باعث میشه که ارتباط شکل بگیره و کمک بکنه به ارتباطتون، مخصوصا بین خانم ها و آقایون، زن و شوهرها. به شدت دافعه ایجاد میکنه. نکته بعدی لبخند زیبا هست. بعضیا خب الان دیگه مد شده دیگه، پوکر فیس و کسی که هیچ حالتی در صورتش نیست، نه معلوم خوشحال نه معلوم غمگینه، مد شده متاسفانه بین نوجوانا و فکر میکنن که خب خیلی با کلاسی و الان خیلی هم دیگه به روزه و خیلی مثلا به قول خودشون کیوته کسی که پوکر فیس باشه، در صورتی که در اسلام لبخند زدن، مخصوصا موقع سلام کردن، موقع ارتباط برقرار کردن، من تو نوجوانا الان میبینی طرف قشنگ پوکر فیس، حالا مدل دست دادنش هم توضیح میدم، مثلا آدم وا میره میخواد باشه ارتباط برقرار بکنه، ازش فاصله میگیره. ببینید در جامعه‌ای که در جوامع غربی که دارن این چیزها رو در فیلم هاشون نشون میدن و شما میبینی و خوشت میاد که در واقع چیز عادی نیست، غیر عادیه که شما خوشت اومده،
که آدم پوکر فیس باشه و مدل دستانش مدلی باشه که مثلا بی تفاوتی رو نشون بده، بهش میگن دست دادن ماهی مرده، که طرف یه جوری دست میده که آدم پشیمون میشه که اصلا با این دست داده یا سلام کرده. و اصلا چیزی هستش که مانع ارتباط آدم هایی که خیلی کمبود محبت دارن و خیلی مورد توجه قرار نگرفتن، یا برعکس آدم هایی که خیلی مورد توجه قرار گرفتن جذب همچین آدم هایی میشن و بعد به همین دلیل از اون آدم جدا میشه. من طلاق داشتم که طرف میگفتش که من به دلیل اینکه شوهرم تو جمع با هیچ کس ارتباط برقرار نمیکرد، صحبت نمیکرد، یه گوشه نشسته بود، کاری به کسی نداشت ازش خوشم اومد و باهاش ازدواج کردم. 5 سال بعد علت طلاق رو پرسیدیم، گفت من به این علت که همسر من با من صحبت نمیکنه، با من وارد ارتباط نمیشه، تو جمع تنها میشینه، میخوام ازش جدا شم. یعنی به همون دلیلی که باش ازدواج کرده بود به همون دلیل داشت ازش جدا میشد. پس خیلی چیز کیوت و جالبی برای ارتباط برقرار کردن نیست دوستان. مخصوصا نوجوانان عزیز بدونن، آگاه باشن که برای موفق بودن، برای ارتباط برقرار کردن شما باید یک ابتدایی ترین چیزها رو برای رابطه برقرار کردن داشته باشین و یکیش همین در واقع لبخند زیبا هست که 42 تا از مایچه‌های صورت رو به تحرک وادار میکنه. تقویت کننده دستگاه ایمنی هست لبخند و یکی از مهمترین ورزش ها رو گفتن خنده. باعث کاهش احساسات منفی میشه در فرد، چهره فرد رو جوانتر، شادابتر و زیباتر میکنه، عمر رو طولانی میکنه، رگ ها رو گشاد میکنه. گفتن کلسترول خون رو کاهش میده و حمام اکسیژن بهش گفتن به خنده. نوعی دویدن بی حرکت رو گفت بهش نسبت دادن. برای پیشگیری از سرطان ها لبخند رو پیشنهاد دادن. حتی در بیمارستان ها برای دوستانی که درگیر بیماری سرطان هستن، تو بیمارستان ها هستن، مثلا یک گروه نمایشی رو میارن که مثلا هر هفته برای نمایش اجرا کنن، اونها بخندن. و این پوکر فیس بودن هیچ شخصیت و هیچ جایگاهی در اسلام که اصلا نداره و در غرب هم نداره. یعنی اگر دارن شخصیت های داستانیشون رو بر این اساس میذارن، برای اینکه دارن سلیقه و ذائقه مردم رو به سمتی میبرن که اصلا اسلامی نیست و اتفاقا اینجور افراد رو برای خیلی از کارها استخدام نمی کنن. یعنی ما در 16 تا تایپ شخصیتی داریم. شخصیتی که این شکلی باشه، پوکر فیس باشه و هیچ گونه دریچه ورود برای ارتباط رو نداشته باشه، برای کارهای تجاری مهم، مدیریتی انتخاب نمی کنن. یعنی اینجوری نیست که برای کارهای انفرادی فقط خوبن این افراد که مثلا یک کاری که فقط خودش با خودش درگیر باشه. و شما حتی برای گرفتن اون کار انفرادی هم باید یک مقدماتی برای ارتباط با کسی که میخواد شما رو استخدام کنه داشته باشید. یعنی ما اینطوری نداریم که من درونگرام، من پوکر فیسم، من فلانم، من ذاتاً این شکلی هم. ما همچین چیزی نداریم. باید تغییر ایجاد بکنیم برای به دست آوردن کاری که در شأن شماست، برای به دست آوردن مقامی که در شأن شماست. شما باید یک مقدماتی داشته باشید. نکته بعدی نوع دست دادن هست که بعد الان خب تو فیلم های مخصوصا کره و اینها میبینین که از طرف دستش رو از بالا میاره دست میده. این نشون دهنده این نوعی تکبر هست در بین جوان ها. من دارم میبینم اینو و اصلا هم جذابیت و جذابیتی اصلا نداره. شما نگاه بکنید تو همون داستان متکبرترین شخصیت داستان داره اینجوری دست میده و اصلا هم باعث ارتباط برقرار کردن نمیشه.
سست و بی رمق دست دادن و اینم یه نوع بی رغبتی رو داره نشون میده، اصلا جذابیتی نداره. اینکه طرف دست میده و با اون یکی دستش دست طرف رو میگیره، دو دستی دست میده. این یک نوع دست دادن سیاستمدارانه است که در بین سیاستمدارها استفاده میشه. مثل ماهی مرده دست دادن هم که اینو بی تفاوتی داره نشون میده. بدترین و بدنامترین نوع دست دادن این دست دادن که متاسفانه خیلی باب شده. بعضی هم که وقتی میخوان دست بدن و دست بگیرن یه جوری که تمام استخونهای دست رو بشکنن و اینم که دردناکه. دیگه طرف با شما از همون اول دیگه نمیخواد با شما ارتباط برقرار کنه. دست دادن دیگه که بین خانم ها جدیدن باب شده، دست دادن ملکه است. انگشتان دستشون رو میارن جلو، یعنی بیشتر از این نمیان جلو، که این هم از نوع این هستش که انگار که مثلا طرف داره خودش رو خیلی بالاتر از طرف مقابل نشون میده. این یه جور تکبر هست. نکته بعدی سلام کردن هست که یک نوع ارتباط برقرار کردن. الان شما میبینید هیچ جای دنیا مثل کره نیست. ببخشید که من مثال کره رو میزنم به خاطر اینکه خیلی بین جوانها بابه. شما از بس که سریال های کره ای رو دارن در آپارات و نماشا و اینجور جاها میذارن دیگه، خب زیاد شده. بدون سلام، بدون خداحافظی تلفن قطع میشه. اصلا آدم نمیفهمه این چه جور ارتباط برقرار کردنیه. هیچ جا همچین این مدلی نیست. اینا دارن باب میکنن. ما باید مراقب باشیم که ما سلام داریم، خداحافظی داریم. ما در سلام کردن حتی یه لول بالاتر داریم. یعنی اگه طرف میگه سلام، شما بگو سلام علیکم. اگه گفت سلام علیکم، شما بگو سلام علیکم و رحمت الله. یعنی همینطوری هی لولش رو ببر بالاتر، بیشتر احترام بذار، کاملترش کن و بلند سلام کردن که طرف بشنوه. همین پوکر فیس های عزیز که خیلی کیوت هستن، اینها خیلی آروم هم سلام میکنن و فکر میکنن که خب دیگه الان کیوت تر شدن حتما. سلام خودش نشونه علاقه است، نشونه فروتنیه، یعنی تکبر اگه کسی میخواد نداشته باشه باید تمرین سلام کردن بکنه. ائمه به کودکان هم سلام میکردن. برای چی هستش؟ برای نشون دادن از بین بردن تکبر و نشون دادن فروتنی هست. به استقبال رفتن وقتی پدر خانواده وارد میشه، وقتی کسی میخواد خارج بشه، وقتی کسی میخواد وارد بشه، به استقبال رفتن و حالا مشایعت کردنش و دم در سنت اسلامی هست که متاسفانه داره فراموش میشه. یعنی شما وارد خانواده میشی، نگاه میکنی میبینی که انگار نه انگار کسی اومد، انگار نه انگار کسی رفت. و من خودم وقتی که مثلا این رفتار باهام شده بود تا مدت‌ها مثلا هنگ بودم که مثلا یعنی چی من الان وارد شدم، چرا هیچکی به استقبال نمیاد، یا من الان دارم خارج میشم، چرا کسی اصلا جواب منو نمیده که من دارم خارج میشم. اینها ما نمیدونم فرهنگمون اینطوری هست، مدل خانواده‌مون اینطوری هست. اینا غلطه، باید تغییر بکنه. چیزی که غلطه باید تغییر بکنه و نباید بهش استناد بشه. نوع نشستن هم مهمه که خب ما در اسلام کلی آداب نشستن داریم. رو به قبله باشه. رسول خدا دم در میشستن. یعنی شما برای نشستن به مقام و رتبه و دانشتون و علمتون نگاه نکنید. متاسفانه الان نگاه میکنی میبینی که خب حالا مثلا طرف سنی ازش گذاشته وارد میشه، نوجوانی رفته نشسته روی مبل، پاشم از رو پاش رد کرده، انگار نه انگار که یه سال خورده وارد جمع شده، در صورتی بعد پاشه جاشو به اون بزرگتر بده. ما روایت داریم که به 3 دست آدم جا باز کنید. یکی افراد سال خورده و پیر، یکی دانشمندان، که علمایی که حاکم عادل، برای اینها جا باز کنید. ولی ما اینا کمرنگ می‌بینیم تو اتوبوس ها، توی مترو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زن حامله وارد میشه یا خانم پیری وارد میشه که حتی آقایون از جاشون پا نمیشن. من در یه سونوگرافی که حالا سر پسرم باردار بودم رفته بودم، تو اونجا همه خانم باردار بودن به همراه همسراشون. من تنها بودم و وایساده بودم. یکی از اون آقایونی که رو اون صندلی ها نشسته بود جاشون رو به من نداد. یعنی حدود چندین ساعت من اونجا وایساده بودم، یکیشون بلند نشد و این واقعا افتضاحه و
مرگ انسانیت به نظرم که دیگه ما نخواهیم، یعنی حتی برای خودمون هم احترام قائل نشیم، چون نشانه مردانگی، نشانه صفت فروتنی، نشانه مهربانی شماست وقتی که اجازه میدی به یه فرد باردار یا یه خانم پیر یا آقای پیر. و این خیلی کمرنگ شده مخصوصا بین آقایون و نشانه غیرت مردانگی هم بود در قدیم و ما اینا نمیبینیم. من فکر میکنم که باید اینها زنده بشه. اینا یک راه ارتباط برقرار کردن و نشان دهنده عزت نفس شخص هست. و متاسفم که بگم که من 5 ساعت در اون سونوگرافی وایسادم و 1 نفر بلند نشد و این دیگه واقعا برای من اون روز فقط به این فکر میکردم که به کجا داریم میریم، چه اتفاقی برای مرد ایرانی افتاده که مثلا حتی یک اخلاق اصیل ایرانی که محافظت از زن، مراقبت از زن بوده، حتی در ایران دیگه دیده نمیشه. پس هر جا که خالیه باید نشست و در نظر مقام و اعتبار و اینها اگه در نظر نگیریم، روایت داریم که ملائکه درود میفرستن. یه نکته دیگه هم هستش که بزرگترها دیدم که بچه رو بلند میکنن و خودشون میشینن. اینم بدترین کاریه که تو مساجد و توی حرم ها یه بزرگتر میتونه با یه بچه انجام بده که اون بچه دیگه دل داده بشه و تو حرم خاطره خوبی نداشته باشه. ما حتی برای نماز داریم که حق نداریم کسی رو بلند کنیم جاش بشینیم. ولی متاسفانه نگاه می‌کنیم می‌بینی طرف 60 سالشه 50 سالشه در مسجد وارد میشه. مثلا ما ساعت 8 شب رفتیم، خب اذیت شدیم، 2 ساعت زودتر رفتیم جا رو گرفتیم. خانم ساعت 10 تشریف میارن، خب بزرگتر هستن، وارد مسجد که میشن نگاه میکنن بچه ها کجا نشستن. مثلا نوجوان 10 ساله منو بلند میکنه و میگه که من میخوام اینجا بشینم. خیلی هم براش جا افتاده و طبیعی هست. همونقدر که زشته یه نوجوان جاشو به یه پیر نمیده مثلا در اتوبوس و قطار، همین کارم برای یه خانم سال خورده، یه پیری که اومده مسجد مثلا دعا بکنه، بسیار کار زشت و بی‌ادبانه ای هست که یک بچه رو بلند کنی در صورتی که بچه ساعت هاست اومده نشسته اونجا و مثلا به خاطر اینکه میخواد تکیه بده یا میخواد مثلا نماز بخونه. این هم کارایی هستش که درست نیست.